ولی موالات نه، مجرد دوستیه. بعضی جاها نه موالات نه تولی، مثلا خرید و فروش و معامله. به مجرد خرید و فروش و معامله تو نمیتونی حکم بر شخصی بدی که آقا این خلاف منهج ابراهیمی عمل کرده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم از یهود قرض میگرفت معامله میکرد. توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و درعه مرهون عند یهودی، پولی گرفته بود از یهودی، درعش سپرشو رهن گذاشته بود پیش یهودی. تعامل با اونها ما نشدیم، ما از دوستی گرفتن، خو گرفتن با آنها، نشست و برخاست با آنها من شدیم. اگر این دوستی ادامه پیدا بکنه، اونها یک جای ما رو لطمه میزنن، به ما، به بچه‌هامون. بدتر از این وقتی که اونها را برتر از خودمون، بهتر از خودمون بدونیم و از اونها یاری بطلبیم بر ضد مسلمان ها، این دیگه بدتر، این دیگه بخشودنی نیست. اون گناه شاید منجر به گناه بشه، ولی اینجا دیگه گناه غیر بخشودنی نیست. خب این قضیه موالات و تولی و من یتولهم منکم فهو منهم، این قضیه تولی یدک شده برای بعضی ها، و من یتولهم منکم، این تولی شده یدک که به مجرد یک ارتباط، یک پیمانی حکم کفر را میدن. مثلا میگن حاکمان عربستان، امارات، کویت یا هر حاکم دیگر یا ایران و غیره، همه را تعمیم میدن، میگن چون اینها کمک از روس گرفته یا این کمک از آمریکا گرفته یا کمک از انگلیس گرفته، به مجرد کمک گرفتن یا خرید اسلحه کافرن. سوال، صلح حدیبیه چی بود؟ آیا صلح حدیبیه اون زمانی که کسی اگر مسلمان میشد، کلا میاد بحثش، کسی مسلمان میشد فرار میکرد میومد به مدینه، رسول الله او رو برمیگردون، چی بود؟ پیمان این بود صلح حدیبیه دیگه. اگر کسی مسلمان شد دیگه شما حق حمایت ازش ندارید، حق جا دادن و پناه دادنش ندارید. پیامبر صلی الله علیه و آله پذیرفت. اومدن صحابه مسلمان شدن، رسول الله برشون گردون، گفتن نه ما پیمان بسیم. صحابه ناراحت شدن، این ذلت در اسلام چطور برش؟ گفت پیمان بسیم. اگر یک تکفیری خارجی بیارید، حکم چی میدی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ ها مسلمان فروشی داره میکنه، مسلمانو داره به کفار برمیگردونه. بودن خوارج، مثل ذوالخویسره بود دیگه، بر مال دنیا را رحم نکرد دیگه، میاد بر مسئله مثل صلح حدیبیه مثلا میاد. اونو که تازه مسلمان بودن، وقتی که غنایم را پخش میکرد، چون به کسانی بیشتر داد به کسانی کمتر، اومدن ایراد وارد کردن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر عدالتش. منهج خارجی فرق میکنه با منهج نبوی. منهج خارجی با منهج نبوی فرق میکنه. منهج نبوی هر چیزی رو جای خودش میذاره. تولی یه چیزه، موالات یک چیزیه، معامله چیز دیگه است. معامله ربطی به موالات نداره و موالات ربطی به تولی نداره. از لحاظ ریشه لغوی هم بخوای بری بررسی بکنی هم همینه. فإن الله هو الغنی الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. الله هست که فقط بی‌نیازه از همه وجوه، فلا يحتاج الى احد من خلقه، به هیچ وجه محتاج کسی نیست. الحمید فی ذاته و اسمائه و صفاته و افعاله فانه محمود على ذلك كله. الله حمید، صاحب حمد، صاحب ستایشه در مقابل هر اسمی، در مقابل هر وصفی و در مقابل هر فعلی. الله صاحب حمد، الله که همه کارهاش بر روی خیرخواهی و خوبی بوده و هیچ شر و بدی